کوروت سیتیری 1980 با سقف تی تاپ. این ماشین هم احتمالاً برای آربیتریشن این قسمت پارک شده. همونطور که میدونید چراغای مخفی داره و حالا باید باز بشه موتورش ببینیم که چه موتوری روی ماشین نصبه. وضعیتش وضعیت بدی نیست، وضعیت خیلی ایدئالی هم نیست، ولی خب به هر حال برای کانادا و هواش یه کلاسیک با این وضعیت میتونه معقول باشه. یه مقدار در واقع ریپ یا پاره شدگی حالا جدا شده اون قسمت پشت صندلی رو میتونید ملاحظه کنید. این گپ این پشت هم میتونه فضای قرار دادن سقف تی تاپ شما باشه. معمولا خیلی ماشین کلاسیک اینجا نمیشه پیدا کرد و اگرم پیدا بشه همه ماشینایی هستن که تبدیل به ماشین درگ شدن یا اینکه یه سری ایرادات جزئی دارن.